بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر از بین بردن پاسورد ادمنستریتور ما به سافتور ادمن هکر ضرورت داریم. سافتور ادمن هکر را در CD روم کامپیوتر خود می اندازیم. بعدا میریم کامپیوتر خود را ریستارت می نماییم. کامپیوتر ریستارت می کنیم. کامپیوتر ریستارت می شود و دوباره آپشن بر ما می آید که select from menu. ما باید انتر را پرس کنیم. انتر را فشار می دهیم. بعدا سه آپشن بر ما اوپن می شود. آپشن اولی چوز لاجیکل درایو، به خاطر اینکه چندین ویندوز داشته باشیم. اگر ما از دو الی اضافه تر ویندوز داشتیم باید آپشن اولی را انتخاب کنیم، ولی اگر یک ویندوز داشتیم باید آپشن دو را انتخاب کنیم. دو را پرس میکنیم. و انتر میکنیم. بعدا انتر میکنیم. باز هم اینجا میبینیم که یوزرها و ادمنستریتور ما، یعنی یوزرهایی که ممبر اف ادمین هستند به رنگ سبز، خود ادمین ما به رنگ فیروزه‌ای و یوزرهای دیگه ما به رنگ سفید اد می شود. ما اگر خواسته باشیم از چندین یوزر هم میتونیم پاسوردشان تغییر بدهیم یا پاسورد از بین ببریم. ما صرفا میخواهیم که پاسورد ادمنستریتور از بین بره. ما باید صفر را فشار دهیم. بعدا انتر میکنیم. بعدا وای به خاطر سیف چیز است. بعدا پس انیکی باز هم انتر میکنیم. اینجا شما ببینید که یوزر دیگه که سانشاین نام داره و ادمنستریتور، این دو یوزر رینیم شدن ولی یا ممبر اف ادمنستریتور، یعنی یا هم میتونن مانند ادمنستریتور کار کنن. ما میخوایم که ادمنستریتوری که برنگ سبز است ایره پاسوردش از بین ببریم. ما باید دو نوشته کنیم. انتر میکنیم. بعدا پرس وای. بعدا انتر. پاسورد از بین بردیم. و اگر خواسته باشیم پاسورد یوزر احمد نیز میتونیم از بین ببریم. ما باید برای یوزر احمد 5 فشار بدهیم. بعد از این انتر میکنیم. بعدا وای پرس میکنیم. بعدا انتر. پاسورد احمد هم از بین رفت. بعد از این که پاسورد از بین بردیم باید کنترل اد دیلیت فشار دهیم. کامپیوتر ریستارت می شود. بعدا ما میتونیم داخل ویندوز شویم. ما میبینیم که به کدام شکل داخل ویندوز میتونه و پاسورد ما از بین رفته یا نه. داخل ویندوز میشیم. بعدا میبینیم که ادمنستریتور و یوزر احمد پاسورد داره یا نه. ما باید از ادمنستریتور شروع کنیم. وقتی کلیک میکنیم میبینیم که پاسورد از بین برده. خب میبینیم که یوزر ادمنستریتور ما
پاسوردش از بین رفته و بعدا ما باید لاگ آف کنیم کامپیوتر رو ببینیم که از احمد هم از بین رفته یا نه. کامپیوتر لاگ آف میکنیم. خب میبینیم که یوزر احمد پاسورد داره یا نه. یوزر احمد هم پاسوردش از بین رفته. میبینیم که یوزر احمد هم پاسوردش از بین رفته.